بخوان خیلی بلاگرای بخواد اکای بابا جان با میگم با خوبی برجدی نم با خوبی نفراتون که کارتون با دیگه خیلی نشوه ما هم دارم بولم خیلی آدم بخواد خیلی بلاگرای بخواد این هم یارم لیچو قط اینترویو میگیرن اکا با خوبی میگم بیارین همی دختره برگرفتین دادرن اینترنت برآوردن کمی تون گرفتین زاستاوید کردین که نوی مرا با ممروزگی برآوردن من شگرونه اخت سه بچه بزن دارم 5-6 هزار آدم شما را تماشا کردند مرا گرفتین دختر چیکاری که نکنه مرا با ممروزگی برآوردن بیارین روز ریشت که نمی کاره که سری من صفحه شده دتای 50 رفتم من کی ممروزگی کردم کی کورو را نسبت یمی آدم کردم بیاره با کی کردمش همون مردا کم بیاره دکازاتین با خوبی شما باید اول ایما و اون میپرسیدین با شما پریامو فیلم میکردین نامی مرا پس میزنین فکری اپا و خواریختون نکردین که خستین از زنه که دتای 40-50 ساله را گرفتین هم تره اینترویو کردین یا که دسه بر اومدی ویدیو کردی مرا گفتین ببرو گپ زدم گپ زدم ایوارون برو اومدن هر گپ گفتن توز را کاو دادن قطیما گپ نمیزنین پول شما گرفتین ما گنداشتم و گینه ریشت کنین با خوبی که خدا بزنم که یگون کسای تای پشو منگیز اولش صاحب ما الله ما هم دارم مدام که دقناتی ما باشه و گیرین همون دختری که رفتین اینترویو کردین اکای بابا جان بیارین قطیما اینترویوش کنین بیارین قطیما کنه حوزی اینترویوش کنین من دک جو کردم همی کارم من نه با خودت کردم با میگم نه با لنگریت کردم نه با پرابلم اختون کردم نه با بلاگرای دیگه نمی کاری را که دیدم که سای جلو زده شاهدم دارم نجا ما 3-4 کس شاهد هستیم زدنی بوده با شاهدی هم ایتم ایو ندادن تو سری سود تو نمی دستمو دناروش نوشتگی میرم میگم که چه خیلی زدش یا چه خیلی نزدش چیکارش نکرد بیارین ریشت کنین با خوبی بیارین ایما اونم دخته اینترویو بگیرین وقت راست که برفتی اینترویو گرفتی یا بروی من دادرن اسکلا دادرن همین این چی دادرن همین یوتیوب مرا знакомі کردین ممروزا برآوردین من چیگا پو گفتستان چیکارو کردن بگیرین حل کنین اکای بابا جون با خوبی با خدا من بر وقت دیگه بر وقت دیگه رجیستراسیون ما پول ندارم که بگیرم رجیستراسیون ما گفتم ایوه که مینوس که پاسپورت ما بتی مرا وای رفتم و کابینتش رفتم درآمدم گازدم کتش گفتم اکای صبور ما مثلا ندارم پول ما یه بچه دارم خونی دادم ده کسلای خواهی ما مثلا بطی پاسپورت ما بطیفتم اما اولو کم مینوس کنین همو چرا رجیستراسی پولش وای گفت برو پاشو الله خوشه کابینتم دیگه کابینت من ندارم